یه دسر سه سوته که البته یلدایی هم هست واسه اونایی که زیاد لوازم کیک و دسر ندارن. سلام، من راحت پزم. تخم مرغ و شکر و وانیل و حسابی با همزن دستی یا برقی میزنین، روغن و شیر بهش اضافه میکنین، رنگ خوراکی قرمز، آرد و بیکینگ پودر. مواد کیکت که آماده شد هم میتونی توی فر بذاری هم تابه، چون اصلا مهم نیست که کیکت چه شکلی در بیاد، فقط پخته بشه. وقتی پخته شد میذاری کنار خنک بشه. برای سس شیر، شکر، نشاسته ذرت و وانیل رو ترکیب میکنی، میذاری روی حرارت، اجازه میدی غلیظ بشه. تو این فاصله کیکتو با هر چیزی که داشتی پودرش میکنی. به این شکل کیکت که حاضر شد دیگه سست هم حاضره. ظرفایی که میخوای داخلش دسر درست کنی رو میاری، یه لایه اول کیک، یه لایه سس، یه لایه کیک، یه لایه سس تا ظرفت پر بشه. میتونی تک نفره درستش کنی، میتونی یه دونه ای. نوش جونت، به همین راحتی. یلدت پیش مبارک.